راه سوخریشتون تیاری در جانب دولتمان رفته ایستاده است و در اینجا تمام همدیاران و تمام رهبران کارخانه تشکیلات‌ها حضور دارند. حالا اکیل هم شما امسال با نوحه سوخ همچون یک فرزند سوخ به کار آمدید درباره همین روزه تدبیر چه فکرتان؟ البته فکرون ناز برای خلق ما برای اهالی ما همه طرف کلاهیگری برای رواج کاره همه متخصصان نه فقط ملیسا ها یا که دیگه ها بیاچه های هم خلق ما ناز میشد البته هم مناسبت نسبت آن سیاستی که امروز از جانب پرزیدنت ریاست ازبکستان شوکت میرزییف گرفته برده می شود دایر به همبستگی و مستحکمی خلق‌ها دوستی خلق‌ها چه فکر داره؟ البته فکرای معقول ما این کلا میکنیم فکر پرزیدنت هم چون که بین خلقان دوستانه و شود مناسبت شود البته ترقیات دولت ما یا که دیگه خلق ترقیاتش به نهایت سی کلان خوش کردگیم خط کردگی میشه رحمت کیفیت خلق ما نه مرحمت دیمک شما با طرف وادل 120 کیلومتر راه زیر نکرده 30 کیلومتر که رفت بیمال میبینه البته توپتو رحمت سلام این موافقت تمام خلق ما تمام خلق ما همدران عزیز ما بعد چند دقیقه باز برمیگردیم.